چنین وضعیت کتاب تاجیکا نوشته، نامش تاجیکان ماندن. این خودش یک قهرمانه بود. و البته وضعیت علمی که اکادمی غفور رو داشتن هر کی برابر شده نمیتوانست، چون که اینا همون و یک انستیتوت شخص‌شناسی و یک دوستان بود میگفت که حاضر تمام علم جامعه شناسی شوروی در دست دو تا اکادمیک ژوکوف روس و غفور تاجیک. کیه خواهند عضویت اکادمی رو میپذیرن، کیه نخواهند رد میکنن. انا نفوذ با وجود دشمنانشون هم جا بسیار بود، استفاده کرده اینا عزت نفس ملی، عزت نفس علمیشان به خلل رساندن ممکن بود. در واقع هم وقتی که کتاب چاپ شد سال 72 حتما با دست اغوای دیگرای و با دست اکادمیکای مشهور شوروی تقریض تشکیل کردن. ژورنال وپراس استوری، اکادمیسک ژورنال که بسیار مشهور و پرنفوذ. اما دو تا اکادمیک امضا کرده، یکتاش اکلاتنیکوف و یکتاش پیاتروفسکی تشکیل کردن که سراپا زدگی نه، که از نظر و اکادمیک ملتچگی و ملتگرایی و روی سیاه کردن. که مثلا من ما یکتاش همون تخصیص هم میگوید که آیا همه مال میراث مردم آسیای میانه را تاجیکا نوشتن و دیگرها چه؟ حالا که غفور رو از سر تا آخر از موقع اینترنت سنری خود را تحقیق میکنن. اینها هم خیلی کردن. خلاص که باید دون اکادمیک خریدن، خودش این برای اکادمی کلمه تخیر که اکادمیک خرید و فروخته شوی، خرید و فروش باشد و کتاب و یا نوشتی مقاله. خلاص که همه دو کس نوشت وپراس استوری و چاپ شد، نبار شد. بنابراین این چیزهای تحلیل نکرده پیش خود غفور رو به اراد گرفتن. چی بود؟ خودش به ادبی یه اکادمی بود. هر یک کتاب خودش تاریخ دارد. کتاب که تاریخ